با سلام و درود خدمت همه شما. امیدوارم که خوب و عالی بوده باشین. امروز میخوام تو این ویدیو دو تا اپلیکیشن رو به معرفی بگیرم که میتونن ما رو در خصوص یادگیری زبان انگلیسی کمک کننده بوده باشن. در مرحله اول BBC Learning English هستش که با استفاده از این اپلیکیشن ما میتونیم رو شنوایی ما و همچنان رو ریدینگ و یادگیری کلمات و واژه‌های جدید انگلیسی کار کنیم. اپلیکیشن بعدی هم English News in Levels هست که با استفاده از این اپلیکیشن ما میتونیم رو شنوایی، ریدینگ و یادگیری هزاران فریز و کلمه جدید انگلیسی با معنی انگلیسی استفاده کنیم و کار کنیم. حالا میریم به نحو استفاده اینها ببینیم که چگونه میتونیم از اینها استفاده کنیم. این دو اپلیکیشنی که با معرفی گرفتم در مرحله اول BBC Learning English هستش. ما میریم واردش میشیم. خب این اپلیکیشن روزانه یک اخبار، میتونه کمدی بوده باشه، میتونه اخبار ورزشی بوده باشه یا سیاسی رو اپلود میکنه که ما حالا یکی رو پلی میکنیم. 6 Minute English from bbclearningenglish.com. Hello, this is 6 Minute English from BBC Learning English. I'm Neil. Beth, what are you doing? Get off your phone. Oh, sorry. And I'm Beth. Are you addicted to social media? خب قسمی که شما شنیدین خیلی شفاف و خیلی هم عالی. دو نفر با هم صحبت میکنن، با معرفی خود شروع کردن و اینا میتونه در خصوصی معرفی کردن خود ما هم برای ما کمک کننده بوده باشن. خب قسمت پایین اینجا که شما مشاهده میکنین قسمت وکابلریش هست که میتونه مثلا روزانه ما از هر ویدیوش 5 تا 6 تا کلمه جدید اپدیت شده انگلیسی یاد بگیریم، مثل fit، algorithm، revenue، ons، مثل همین کلمات. خوب معنیاشون هم با انگلیسی زیرشون درج شده که این میتونه برای ما برای یادگیری کلمات خیلی کمک کننده باشه، همچنین برای ریدینگ و شنوایی. خب اینجا شما میتونید تک کویز نوشته، میتونین امتحان هم بدین از خود ببینین که چقدر یاد گرفتین و اگر تو این امتحانات یا تست هاش یا کویز هاش اشتراک کنین میتونه خیلی براتون کاربردی و خوب بوده باشه. خب از این اپلیکیشن میریم بیرون و اپلیکیشن بعدی ما بود BBC English News in Levels. خب روی این اپلیکیشن کلیک میکنیم، میگذاریم صفحه برای ما باز بشه. خب این قسمت بالا دستبندی هاش است، جدید هاش، کاتگوری دستبندی هاش و بیشترین بیننده هاش. خب ما دنبال ایناش نمیریم، فقط قسمت کاتگوری کم مهمتر است وارد میشیم. قسمت فنی، هیستوری، اینترستینگ، نیچر، نیوز، اسپورت، این 6 7 قسمتی رو که داره که قسمت های خنده‌دار، داستانی، دلچسب، طبیعی یا طبیعت و اخبار و ورزش، این 4 تا. خب ما قسمت ریسنت دوباره برمیگردیم و یک ویدیو رو پلی میکنیم. Argentina has a new president. People vote for Javier Milei. It will bring many changes to the country. Milei plans to solve big economic problems. خب قسمی که شما شنیدین، قسمی که این صدا بر پلی میشه، همچنین ما میتونیم خطش رو از این متن تعقیب کنیم که میتونه هم برای ریدینگ هم برای شنوایی ما همزمان کمک کننده باشه. و اینجا شما که نگاه میکنین مثلا supporters، depths، اینا کلمات جدیدی هستن که در قسمت آخر اینجا difficult words اینا رو معنیشون رو به انگلیسی همشو گفته. این هم بود از این دو اپلیکیشن که میتونستن در خصوص یادگیری زبان و شنوایی ما رو کمک کننده بوده باشن.